در این شیوه ارتباط با امام زمان در این عصر چیه؟ به دفتر امام زمان عمل کردن، اطاعت او کردن، که انه میبینه، که انه نداره یقینا میبینه، که انه نداره یقینا میبینه. این صحبتی بنده میکنم به شما، امام زمان جلوتر از شما میشنود. شما به بنده صحبت میکنید، امام زمان جلوتر از بنده. عین الله ناظره و اذنه الواعیه. این همین دستوراتشون عمل کنیم کافی برای ارتباط؟ دعایی یادی براشون مثلا؟ بالاترین دعا طاعت.